إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك معتصمي، فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران الله متعال، دوستداران بیت الله، دوستداران مسجد الحرام مکه مکرمه و مشاعر مقدسه، کسانی که دلتون میتپه برای اون اماکن، برای شرکت در حج و عمره بیت الله الحرام. در ادامه بررسی آیات مرتبط به موضوع حج در کلام الله مجید و به صورت خصوص آیات 196 به بعد از سوره مبارکه بقره به آیات 196 و 7 و 8 این سوره اشاره کردیم که الله متعال در آیه 196 فرمود که حج رو فقط به خاطر الله تعالی انجام بدید و همچنین عمره رو خالصانه برای الله تعالی، و به احکامی در این باب اشاره فرمود و کسانی که نیت حج و عمره دارن. و در آیه 197 اشاره فرمود به ماهایی که مشخص است برای حج و اشاره فرمود به برخی از محظورات حج که حاجی باید رعایت بکنه و تشویق فرمود اونها رو به تقوا و پرهیزگاری و خویشتن‌داری. در آیه 198 الله متعال اشاره فرمود که اگر در ایام حج، در مراسم حج، کسی حالا مقداری به تجارت هم مشغول شد تا جایی که ضربه نزنه به کارش، به عبادتش، مشکلی نداره که در کنار اینکه به فکر آخرتش هست، به فکر دنیای خودش هم باشه، مشروطه به اینکه هدف اصلیش از سفر حج تجارت نباشه، کسی که حاجی هست. حالا طبیعتاً کسانی در مکه مکرمه هستن در همون ایام حج که حج کردن قبلا و زندگی میکنن و تجارتشون رو دارن. این حکم بیشتر برای کسی است که نیت حج میکنه و حاجی که به حرمین میره مناسب نیست که هدف اصلیش اونجا تجارت باشه. اما اگر در کنار این فرصت پیدا کرد، تجارتی هم انجام داد، منعی الله تعالی فرمود که براش نیست. در ادامه الله متعال به مهمترین رکن حج اشاره فرمود و اون هم وقوف به عرفات. البته به بخش پایانی این مراسم اشاره فرمود، اون لحظه سرازیر شدن حجاج از منطقه عرفات به سمت مشعر الحرام یا همون مزدلفه که فرمود فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقتی که از عرفات حرکت میکنید الله تعالی در مشعر الحرام یاد کنید. واذکروه کما هداکم، او رو به شکلی یاد کنید که شما رو هدایت کرده. او رو یاد کنید چون که شما رو هدایت کرده. من هم تعبیر دیگری است از این آیه، چون که شما رو هدایت کرده دیگه الان باید او رو یاد کنید. بر شما منت داره، نعمت هدایت رو به شما داده و مناسب هست که شما اون رو یاد بکنید. ذکر در عرفات، در مزدلفه، در تمامی بخش‌های مختلف حج پررنگه. ذکر الله تعالی و یاد الله تعالی و حج تمرین ذکر الله تعالی است. حج یه فرصت برای اینکه انسان خودش رو عادت بده به ذکر الله تعالی، که همیشه بیاد الله تعالی باشه و محظورات احرام و اینکه انسان احرام میپوشه
و برخی از آنچه که براش حلال هست و جایز است در غیر احرام و حج برای خودش حرام میکنه، به خاطر اینکه فرصت بیشتری داشته باشه به تفکر، به تدبر، به تمرین بندگی، به ذکر الله تعالی، به تعلق و ارتباط بیشتر با الله تعالی، به تجدید رابطه با الله تعالی و همه این نقل و انتقالات، حکمت ها و درس های فراوانی پشتش نهفته است که انسان رو به ذکر الله تعالی وادار میکنه. وقتی که میره در عرفات و اونجا میبینه با چشم سر اون اماکنی رو که اولیای الهی اونجا قدم گذاشتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم در عرفات آخرین آیات کلام الله مجید بر ایشون نازل میشد و در اونجا آیه اکمال دین نازل شد و دین در عرفات به اکمال رسید و به اتمام رسید با انجام مهمترین رکن حج و تنها رکنی که باقی مانده بود از اسلام که رسول صلی الله علیه و سلم اون رو انجام دادن. بعد از اون میره به سمت مزدلفه و اونجا شب رو در مزدلفه میمونه. مزدلفه مکانی است که مثل عرفات و منی فرصت آنچنانی برای بنا اونجا نیست، یعنی ساخت و ساز. عرفات منطقه ماشاءالله بزرگیه، همچنین منی، اما مزدلفه شاید نصف عرفات هم نباشه مساحت منطقهش و نصف منی هم شاید نصف منی هم نباشه و خیلی مکان کمی است. میبینید که در مزدلفه خیلی ها در بیابان همینجوری در کف صحرا روی سنگ و شن زار دراز کشیده و اون دمپاییش رو گذاشته زیر سرش، یا چیزی برای استراحت داره یا نداره. غالب مردم همینجوری استراحت میکنن، دراز کشیدن. شما بغل دستیتون رو نمیشناسید کی هست، از کجا هست، نه از لباسش میتونید تشخیص بدید و نه از بقیه هیئتش، چون لباسش مثل لباس شماست. اونم یک کفن پوشیده، شما یک کفن پوشید، لباس سفیدی مثل لباس شما داره. شب رو اونجا این مردم به خاطر چی جمع میشن؟ به خاطر الله تعالی، به خاطر دستورش. همه وقتی که لحظه به لحظه حج، وقتی که انسان قدم میگذاره تفکر میکنه، تدبر میکنه، اونجا معنای انما المؤمنون اخبار رو درک میکنه، میفهمه که این نعمت ایمان، قدرت ایمان چه قدرت عظیمیه که شاه و گدا، انسانهای تحصیل کرده و بی سواد، انسانهای فقیر و ثروتمند از هر گونه سن و صنف و جنسی که هستن همه رو میاره و در اینجا جمع کرده کنار هم، در این بیابانی که شاید آب کافی برای خوردن نیست، آب کافی گهگداری شاید به خاطر وضو گرفتن هم گیر نیاد، به خاطر ازدحام جمعیت همینجا جمع شدن به یک نیت، دست یافتن به رضای الله متعال. بعد از این آیه در آیه 199 الله متعال فرمود که ثم افیضوا من حیث افاض الناس. بعد از اینکه شب رو در مزدلفه گذراندید، دوباره سرازیر بشید از همون مسیری که مردم سرازیر میشن، یعنی برید بقیه مشاعر خودتون رو انجام بدید. دیگه اینجا الله متعال تفاصیل رو ذکر نفرمود و در سوره حج تفاصیل مشاعری که باقی مونده و عبادتایی که باقی مونده بعد از مزدلفه در سوره حج به تفصیل بیشتر یاد میشه. بعد از این سرازیر بشید به همون سمتی که مردم سرازیر میشن. در حج در مشاعر کافیه که انسان دنبال چند نفر راه بیفته، جمعیت خود به خود داره میره، شما هم برید به دنبال اونها همون گونه‌ای که مردم حرکت میکنن. و استغفر الله، و از الله تعالی استغفار بطلبید در مسیر تا الله تعالی شما رو ببخشه. و استغفر الله ان الله غفور رحیم. همون الله بسیار بخشنده است، بسیار مهربانه. در روز دهم، طلوع روز دهم که همون دهم ذوالحجه که همون عید قربان هست، روز عید قربان، حجاج از مزدلفه حرکت میکنن به سمت منی و میرن اونجا و بعد از منی وقتی که جمرات تموم میشه، بعد فرصت قربانی میرسه، بعد سر میتراشن، بعد برای طواف کعبه میرن و فرصتهای زیادی که پیش روشون هست و کارهای زیادی که باید انجام بدن. الله تعالی میفرماید در روز عید شما هم سرازیر بشید به سمت این
عبادت ها و در راه استغفار کنید از الله تعالی، استغفار بطلبید، زبانتون تر باشه به استغفار الله تعالی که الله تعالی بسیار بخشنده است و مهربانه. از اینکه کوتاهی انجام شده باشه در عبادت ها، از اینکه شما در عبادت ها اونگونه که شایسته باشه نتونسته باشید انجام بدید عبادت هایتون رو، از الله تعالی استغفار بطلبید، استغفار کنید، توبه کنید، نکنه که مغرور بشید به عبادت های خودتون. از الله تعالی به خاطر کوتاهی هایی که احیانا در این مسیر از شما سر میزنه استغفار بطلبید، از الله تعالی بخواید که شما رو ببخشه، که الان فرصت بخششه، که الان فرصت توبه است، که الان فرصت بازگشته، که الان شما در این سیل خروشان جمعیتی که قرار گرفتید احساس معنوی خاصی دارید. الان اینجا شما با تمام وجود، با سلول بدنتون احساس میکنید عظمت دین رو، احساس میکنید این شکوه و این آرامش رو. الان اون فرصتی که شما از الله تعالی طلب استغفار بکنید. شما وقتی که حرکت میکنید به سمت این عبادت ها، واستغفر الله ان الله غفور رحیم، پیوسته استغفار کنید که الله تعالی بسیار بخشنده و مهربانه. تفاصیل بیشتر اینجا ذکر نمیشه، تفاصیل روز عید و در سوره حج ذکر میشه که انشاءالله بهش خواهیم رسید در برنامه‌های پیش رو. در ادامه الله متعال میفرماید در آیه 200 به تعبیر آیه 200 فاذا قضیتم مناسککم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا. وقتی که مناسکتون رو به پایان رسوندید، فاذا قضیتم مناسککم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، شما الله تعالی رو به گونه‌ای یاد کنید که پدرانتون رو یاد میکنید. قریش در زمان رسول صلی الله علیه و سلم هم قبل از رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حج میکردن. مسئله حج قبل از واجب شدن در اسلام هم اتفاق میافتاد. از زمان ابراهیم علیه السلام خب این مشاعر همه ابراهیمی هستند، در طول تاریخ این مسیر ادامه داشته و هر پیامبری که اومد حج رو داشت. بسیار از انبیای الهی برای حج بیت الله الحرام سفر کردن و رفتن و حج کردن و همین مسیر رو که ما ادامه میدیم ادامه میدادن. مقداری در بعضی از دوره ها دچار انحراف میشد این عبادت ها، من جمله در زمان رسول صلی الله علیه و سلم قبل از رسالتش. قریش چند مشکل داشت در شکل اجرایی به جز اون شرک هایی که داشت و اون دخل و تصرفی که در حتی شعار حج کرده بود لبیک لا شریک لک لبیک، در اینجا هم چیزی رو اضافه کرده بودن لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک، این اضافه کرده بودن مگر اون شریک خودت قرار میدی و اون خودت اون رو قرار دادی برای ما و شریکی است که مال خودت. و در عرفات نمی رفتن. مثلا قریش روزی که حجاج می رفتن، اون حجاجی که به هر حال با همون رسم غلط جاهلی اون زمانه هم می رفتن عبادت می کردن، قریش حتی به عرفات نمی رفتن. می گفتن ما اهل حرم هستیم و از حرم خارج نمیشیم. اونها روز رو در مزدلفه میموندن و شبش رو هم همونجا میموند. الله متعال هم خطاب به قریش و هم خطاب به دیگر انسانها فرمود که شما از همون مسیری که انسانها میرن شما برید، بقیه مسلمانها، بقیه انسانها. و هم قریش رو اون موقع زیر سوال برد و هم دستوری بود برای همه که بدونن که عبادتاشون رو چطور انجام بدن. علاوه بر این که قریش یک رسم غلط دیگه ای داشت، وقتی که جمرات تموم میشد و اون سنگ‌هایی رو که بعد میزدن به سمت جمره میزدن، میومدن در کنار اون وقتی که مناسکشون به پایان میرسید میایستادن و از افتخارات آبا و اجدادشون میگفتن و زیاد یاد میکردن از آبا و اجدادشون، شعرها میگفتن، مدح سرایی میکردن. الله متعال این رو تغییر داد و تبدیل کرد. رابطه بین فرزند و پدر رابطه خیلی مستحکمیه، رابطه ناگسستنیه، رابطه‌ایه که این رابطه اگر محکم شد این رابطه به راحتی فراموش نمیشه. علاوه خصوص بعد از وفات پدر، پسر فرزند هیچ وقت پدر رو فراموش نمیکنه. طبعا اون فرزندی که فرزند صالحی باشه، فرزندی که فرزندی نیکوکاری باشه، حداقل فرزندی که محبتی داشته با پدر و مادر خودش.
فرزند همیشه از پدرش زیاد یاد میکنه در محافل. این کارو میکردن اونها، البته خب غلوب میکردن در این. الله متعال فرمود به جای این کار، درسته که الان شما این محبت رو، این نشان از چی داشت؟ نشان از محبت فرزند نسبت به والدینش، نشان از محبت اینها نسبت به پدران و ابا اجدادشون که مرده بودن خیلیاشون. اینها الله متعال میفرماید الان برای کسانی که حج میکنن، ای مسلمین، شما وقتی که میایید و مناسکتون رو انجام میدید، این محبت چقدر نسبت به پدر؟ بیشتر از این رو شما باید به الله تعالی داشته باشید. چی سبب شده که شما در اینجا، در این مکان میایید بیاد آبا و اجدادتون برای از اونها تعریف میکنید، ذکر اونها رو میکنید؟ چون محبت دارید به اونها. بیشتر از این محبت رو حج باید در وجود شما برای الله تعالی ایجاد کنه. فاذا قضیتم مناسککم، وقتی که مناسکتون رو به پایان میرسونید، فذکروا الله کذکرکم آباءکم، الله تعالی رو به حدی باید ذکر بکنید که شما آبا و اجدادتون رو ذکر میکردید از روی محبت. الان باید شما الله تعالی رو خیلی بیشتر از اون یاد کنید. محبت شما نسبت به الله تعالی از محبت شما نسبت به پدر و مادرتون هم باید بیشتر باشه. بعد از مناسک باز هم الله تعالی رو ذکر کنید، باز هم الله تعالی رو یاد کنید. فاذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم، همون دوری که آبا اجدادتون رو ذکر میکردید الله تعالی رو ذکر کنید. او اشد ذکرا، بلکه بیشتر از اون، بلکه بیشتر از اون آبا اجدادتون رو همون جوری که ذکر میکردید، بیشتر از اون ذکر و یاد پدران و اجدادتون بعد به ذکر و یاد الله تعالی مشغول باشید. یک تعبیر دیگه هم میتونه باشه که اینگونه بگیم فاذا قضیتم مناسککم، وقتی که به جا آوردید، تموم کردید، تکمیل کردید عبادتاتون رو، فذکروا الله، یاد کنید الله تعالی رو، کذکرکم آباءکم، همونطوری که بچه پدرش رو به فریاد میخونه و ازش کمک میخواد، و وقتی که یک طفل، یک بچه نیاز به کمک داشته باشه، از بابا چطور کمک میخواد، با چه اخلاصی، با چه محبتی، چگونه ندا میده پدرش رو، با چه امیدی از پدرش او رو ندا میده. فذکروا الله کذکرکم آباءکم، از الله این گونه بخواید. شما از پدرانتون چطور تقاضای کمک میکنید وقتی که نیازمندید به اونها؟ چطور از اونها میخواید که شما رو یاری کنه؟ از الله تعالی بیشتر از این باید بخواید. خیلی بیشتر از این رابطه‌ای که این تعلقی که شما با پدرانتون دارید، این تعلق رو شما باید به الله تعالی در خودتون ایجاد کنید. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، انسان هایی هستن الله تعالی میفهمد که میگن خدای فقط در دنیا به ما بده. ربنا آتنا فی الدنیا، اینها وقتی که دعا میکنن فقط به فکر دنیای خودشونن. ربنا آتنا فی الدنیا، خدای در دنیا به ما بده. همین نعمتهای دنیا رو میخوان، از ثروت، از سلامتی، از پست و مقام، از همسر خوب، از خانه خوب، از بچه خوب. تمام فکر ذکرشون در دنیا، در دعاهاشون وقتی که دست بلند میکنن دعا میکنن، تمام هم و غمشون فقط چیه؟ همین دنیای دور برشونه. این انسان ها رو الله تعالی میفرماید و ما له فی الاخره من خلاق، و در آخرت اینها نصیبی ندارن. کفار وقتی که دعا میکنن به هر کسی که حالا اون دعایی که دارن، حتی اگر کافری هم دعا بکنه الله تعالی رو بخواد و بخوانه و ازش چیزی طلب بکنه، الله تعالی بهش میده. الله تعالی فرمود هر کسی که مال دنیا رو بخواد و طلب بکنه من بهش میدم. من کان یرید ثواب الدنیا نؤتیه منها، کسی که مال دنیا رو بخواد من بهش میدم. دست بلند بکنه میده بهش الله تعالی، ولی اینکه کافر باشه. این بیشتر وصف حال کافره. وصف حال اون کسیه که در دنیا دعا میکنه، فقط هم فکر دنیای خودشه، یا اصلا باوری نداره به آخرت. باوری نداره به آخرت. این فقط به فکر اینه که در دنیا هرچی هست بهش برسه. عده‌ای هستن باوری به آخرت ندارن، در دنیا باور به وجود یک خالق دارن اما به وجود آخرت باورمند نیستن و دعا میکنن که در دنیا فقط بهشون برسه. اما و منهم،
و از بین انسان‌ها گروهی هستند. در ادامه در آیه 201 الله متعال می‌فرماید و کسانی هستند که میگویند من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. پروردگارا در دنیا به ما نیکی عطا کن، اون چیزی که به نفع ماست، اون چیزی که خودت بهتر میدونی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، اون چیزی که برای ما خوبه، نیکه، اون چیزی که به نفع ماست اونو به ما بده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة، و همچنین در آخرت هم بهترین رو به ما بده. در دنیا اون چیزی که برای ما بهتره، اونی که چی بهتره دیگه الله تعالی میدونه. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم، خیلی چیزا هست که شما ناپسند میدونید به نفع شماست. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم، خیلی چیزا هست که شما دوست دارید به ضرر شماست. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله تعالی میدونه دیگه این که چی به نفع شماست و چی به ضرر شماست و شما نمیدونید. در همین سوره بقره 216 داریم، یعنی حدود 15 آیه بعد از این آیه الله متعال میفرماید که انسان‌هایی هستن که دعاشون این وصف حال مسلمینه، وصف حال موحدینه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، میگن که خدای در دنیا هر چیزی رو که تو به صلاح ما میبینی که به نفع ماست، به خیر ماست، به ما بده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، و در دنیا هم به ما نیکی بده. و قنا عذاب النار، و ما رو از آتش دوزخ در آخرت نجات بده. نیکی در دنیا هر اون چیزی که انسان نیاز داره و او را از عبادت الله تعالی باز نمی‌داره و تشویقش میکنه. و نیکی آخرت رضایت الله تعالی است، بهشت الله تعالی است و نجات از دوزخ. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، این گروه ها هر کسی نصیبی داره از اون چیزی که کسب میکنه. اونی که دنیا رو میخواد دنیا رو کسب میکنه، به دنبال دنیاست. اونی که نیکی دنیا و آخرت رو میخواد هم نیکی دنیا رو به دست میاره و هم نیکی آخرت. والله سریع الحساب، الله تعالی بسیار سریع حساب و کتابش در روز قیامت. این دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار، قرار گرفتن این دعا در خلال آیات مرتبط به حج، که آیه بعدیش هم مرتبط به حج و آیه قبلش هم، نشان از این داره که در اون ایام حج که هی در آیات داره اشاره میشه که ذکر الله تعالی رو بکنید، یاد الله تعالی رو بکنید، استغفار بکنید، از الله تعالی بخواید و دعا بکنید. این دعا از بهترین دعاهاییه که انسان مسلمان میتونه در زندگی خودش داشته باشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم پیوسته تشویق میکردن یارانشون که این دعا رو بخونن. و این از بهترین دعاها و جامع ترین دعاهایی است که و کامل ترین دعاهایی که انسان میتونه بخونه و دعا بکنه. شاید بعضی وقتا انسان فرصت کمی برای دعا داشته باشه. این از اون دعاهایی است که بسیار جامع. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدا در دنیا به ما نیکی عطا کن، و فی الاخره حسنه، و در آخرت هم به ما نیکی عطا کن، و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب دوزخ نجات بده. چقدر جامع این آیه و این دعا و چقدر کامله. و این از بهترین دعاهایی که میتونه انسان در ایام حج، در ایام عمره و بلکه در غیر از ایام حج و عمره این رو بخونه. و سنت رسول صلی الله علیه و سلم حتی در طواف کعبه بین رکن یمانی و رکن حجر الاسود این بود که در بین این دو رکن انزل کعبه که نقطه مقابل حتیم قرار میگیره، اون طرف حتیم یعنی نقطه مقابلش، این دعا رو میخوندن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، که این درس الله تعالی است. الله تعالی دوست داره بنداش اینطور دعاش کنن. جایی که الله تعالی خودش معرفی میکنه یک لفظ رو و یک دعا رو که مؤمنین این گونه میگن، دوست داره که این گونه بگن مؤمنین، یعنی بهشون تعلیم میده که اینطور بخواید از من که من به شما بدم. در این برنامه به همین قدر اکتفا میکنیم. ان شاءالله در برنامه بعد باز آیه باقی مانده از این موضوع رو از موضوع حج در سوره مبارکه بقره به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد و در پایان این دعا رو با هم زمزمه میکنیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أنبر القدم. إلهي واسع الكرم
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيرا